اگه میخوای بری دیت این اشتباه ها رو نکن. اگه یه دیت توی کافه داری این اشتباهات رو نباید انجام بدی. حالا چه کارایی؟ چون توی کافه تو داری از فضای خیلی نزدیک طرف رو میبینی، مثلا یه میز به اندازه فاصلتون به اندازه یه میزه. وقتی که از این فاصله داری یه نفر رو میبینی، اگه این اشتباهات میکاپ رو انجام بدی خیلی بد به نظر میرسی. اولین نکته اینه که کرم پودرهای سنگین، کانسیلر سنگین نزن. پودر زیاد استفاده نکن، چون از این فاصله پوست تو خیلی تکسچر میده، خیلی پوست تو زمخت به نظر میرسه. سعی کن که یه پوست طبیعی و سبک برای خودت درست کنی. نکته بعدی اینه که در مورد آرایش چشمت، از فاصله نزدیک تو نباید میکاپ چشمت خیلی غلیظ باشه. باید این میکاپ ملایم داشته باشی. یادت باشه که آرایش‌های اسموکی برای محیط‌های خیلی بزرگه، برای فضاهایی که بزرگن. برای این فضای کوچیک که یه شخص میخواد تو رو از فاصله خیلی نزدیک ببینه، آرایش اسموکی اصلاً انتخاب مناسبی نیست. خط چشمای خیلی ضخیم و بلند نکش برای قرار اول، چون توی محیط‌های کوچیک اون طرف داره یه مدت خیلی طولانی با تو حرف میزنه و مطمئناً خیلی به جزئیات قیافه تو دقت میکنه. وقتی که تو خیلی همه چی رو شلوغ و اگزاجره میکنی، هم حواس اون طرف پرت میشه، هم تو اون قرار اول تو خود واقعیت نیستی، هم اینکه اون جذابیت تو از این فاصله خیلی کم میشه. پس سعی کن توی قرار اول خیلی انتخابای لایتی داشته باشی. پس کرم پودر سبک، کانسیلر سبک، پودر کم. پودرای زیاد پوست تو رو از فاصله نزدیک خیلی پیر نشون میدن. سعی کن که تمرکزتو بذاری روی تراوت و شادابی صورتت. مثلا یه رژگونه خیلی ملایم بزنی، کانتورای زیاد نکن. یادم اومد، توی قرار اول وقتی فاصله کمه کانتور زیاد نکن. کانتور چی کار میکنه؟ خطای دید ایجاد میکنه. حالا این خطای دید مطمئناً یه چیز دو بعدی هم هست ها، نیست که مثل صورتمون سه بعدی باشه. وقتی تو صورتتو تکون میدی اون خطایی که کشیدی کاملا مشخص میشه که خطن، فیکن و از فاصله نزدیک این بیشتر خودشون نشون میده. ولی وقتی تو توی فضای بزرگی یکی از فاصله دور تو رو میبینه، خب این خطا رو قشنگ تونستی ایجاد کنی و اینو تو ذهن طرف ایجاد کنی که مثلا حالا یه جایی از صورتت کوچیک‌تره، بینیت کوچیک‌تره، ولی از فاصله نزدیک وقتی تو زیاد کانتور بکنی نه تنها خوشگل نیست بلکه خیلی هم تابلوه و اصلا صورت خوشی نداره. دیگه رژ لب، سعی کن توی دیت اول از رژ لبایی که روی لب دیدی که موندگاری زیادی دارن، روی لب میماسن، خشک میشن، از این رنگا استفاده نکنی. رنگای خیلی تیره استفاده نکنی. سعی کن که یه تینت ملایم بزنی، یه چیزی که حس شادابی رو به لبای تو میده. دیگه همین دیگه. امیدوارم که اگه میری دیت با یه آدم درست و حسابی بری، یه آدم خیلی خوب باشه که بتونه حس خیلی خوبی بعداً بهت منتقل کنه و کنارش حالت خوب باشه. دوستتون دارم. خدا نگهدار.